تو جلسه چهارم از ایده‌های فروش میخوام این مسکیک شکلاتی تک نفره رو بهتون یاد بدم که فوق‌العاده لطیف و خوشمزه است. ابتدا کیک پایه رو آماده میکنیم. تخم مرغ و شکر وانیل رو بعد از اینکه حسابی هم زدید و حجم روشن شد، شیر و روغن رو اضافه کنید، یک کم دیگه هم بزنید و در آخر آرد، پودر کاکائو و بیکینگ پودر رو موادتون طی 2-3 مرحله علک کنید و در حد مخلوط شدن هم بزنید. وقتی که یک دست شد تو قالب بریزید و با لیستک روش رو صاف کنید و بفرستید توی فرن. راستی اینو بهتون بگم که تاتلی فود همراه رستوران‌های موفقه تا شب یلدا بتونن ثبت نام کنن، حتی بهشون کمک میکنه نیروی کار جذب کنن. فقط هم 5% کمیسیون میگیرن و تصفیه حسابشون روزانه است. بعد از پخت کیک اجازه بدید خنک بشه. مرحله بعد آب و پودر ژلاتین رو با هم مخلوط کنید. اسفنجی شد به همراه شیر به شکلات اضافهش کنید و بذارید رو بخاری کتری یا داخل مایکروفر تا ذوب و یک دست بشه. وقتی که کامل خنک شد به خامه قنادی فرم گرفته اضافهش کنید. مایتون اول رقیقه، یه رو بذارید یخچال تا به این بافت برسه و غلیظ‌تر بشه. کیک رو بعد از خنک شدن از قالب در بیارید، کاغذ روغنی ازش جدا کنید و با کاتر قالب مونوپورشن قالب بزنید. توی قالب قرار بدید، روی کیک رو با شیر مرطوب کنید و مایع شکلاتی رو به کمک قیف تو قالب بریزید. برای 3-4 ساعت بذارید یخچال تا کامل ببنده. در پایان از قالب جدا کنید، روش رو دیزاین کنید و تو بسته‌بندی قرار بدید و لوگوی کارتون رو بچسبونید.